درود برای همه بیننده عزیز شبکه‌های اجتماعی دلیری ممالی. امیدوارم در یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام و فیسبوک ما را پیگیری میکنید. یادتان باشد ما چند ماه پیشتر بود ویدیو برای شما نشر کردیم که اینجا حالی میبینید با نام این که خورشید نام جوان پدرش را میکافت و از همه ما خواهش کرده بود که برای یافتن پدرش به او کمک کنید که چند سال پیش در سن سال کودکی پدرش رو در دوشنبه مانده است و بعد از کدام اوایل دو دست بعداً رفت است و خورشید با گذشت سالها حالی به کمال رسید و بعداً از یک دوست و همسایه و نزدیکش فهمید که اویله که را به وی رسانده است پدر و مادر خودش نیست و ما صحبت تلفنی هم اینجا با مادرش داشتیم و اینک بگذشت چند ماه با سپاس از یک و یک شما بیننده‌های عزیز یک کار خیلی کوچکی کردیم در یک جایی که خورشید پدرش را یافت. مقصد مراجعت کردنمون یافتن پدر خالف حسن. دربارش اطلاع یافتی از اونجا؟ بله یافتم. خالف حسن نویسنده توجیه در سن پتربورگ در مسکو در سن پتربورگ نویسنده شدگی در آنجا медалу ифтихорнома славянский ба дарс додагӣ дар ҳамун Санкт Петербург. Лекин ман медонам мехоҳам мана биёва. Вақте ман майдаҳа будам мана дидагӣ буд, майда будам, калон будани мана намедонам ман чӣ хели шидагиам. Лекин ман медонам, ман фаҳмидам ки ӯ сурати чӣ хела nom фамилияш ки бояд ман ӯро ёвам. Бояд ман ёрдам кишидам. نبینم غیر تو دنیا تو را من سایبان بینم خدایا من وطن دارم به خوابم دیده به حال توسط ویدیوهای ما و یا ویدیوهای دیگر دوست یا اون ویدیوهایی که شما باز نشر کردید به هر راهی که باشد خورشید به دیدار پدرش رسید و از فدراسیون روسیه و ما در تماس برآمد و این ویدیو لوحه‌ای هم که من براتون کمی بعدتر میگذارم برای ما فرستاد ولی یک لحظه ویدیو گزارش یا لوحه‌ای که خورشید با پدرش برای ما فرستاده است تماشا میکنیم. حضور آمد اکا دلیر جون برادرایی که در یوتیوب دستگیری کردن اینا من پدر خمانه یافتم شکرانه الله میکنم. اینا پدرم کاتیوزی در مسکو سن پتربورگ دایم مدت سالهای دراز و طولانی اینا ما با پدر خیلی یکجا صحبت میکنیم کار میکنیم شکرانه الله میکنیم در خانه پدرم زندگی میکنم. دلیر جان تشکر کلان از همین تو ما می‌نداریم که حالا فرزند ما امروز در پیشک مسابقه من اینا در کذب کردم که 16 دکتر 1997 من روز گرفتم کاغذ از صندوق کاغذ نشون می‌دادم. این فرزندی من خونی خدمت ولی کوفته گشته بودم. لیکن اینجا پنجم کانال گفتگی بود که ساعتش میشه و ما یه جای میریم فرزند میویم دور میکنیم لکه با سبب شما شدیم. من خورشید جان نسای باشد صاحب خونه کنم بفرم مثلا کنم نسای باشد ما میخریم حضور آمد اکا جون در پناه الله باشه در پناه خدای تو. سلامت و سربلند خانه آباد باشه. در صفحه اجتماعی دلیری ممالی در یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک همه جا زیادتر ویدیوهای اجتماعی میبینید. شما موضوع اجتماعی را زیادتر پیگیر میکنید ولی از اینکه خورشید از ما خواهش کرده بود و به رادیو وطن آمده بود من همچون کارمند رادیو این لوحه را ثبت کرده بودم و در شبکه اجتماعی خودم هم گذاشتم و خدا را شکر امروز که خورشید به دیدار پدرش رسید. دیگر موضوعهای ما را که از مسائل مشکل‌های اجتماعی وطن ما زیادتر میگیرد در شبکه‌های اجتماعی دلیری ممالی پیگیری کنید و اگر خوشتان آمد تگمچه عالی آمانید، خوشتان آمد تگمچه پایین زیر کنید. حتما نظر و اندیشه تحلیلی برای ما بسیار خوش کنید بنویسید و ضرورت شما را اگر آبونه شوید که ما خرسند شویم چون صفحه آبونه‌چی ما هر چیز زیادتر باشد ما بیشتر از اون خرسند میشیم و ویدیوهای ما را زیادتر نفرها میبینند. خدا را احتیاط کنیم. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در دنیا و در تاجیکستان. بدرود.